همدیاران عزیز و گرامی، اولا هر یکی شما را با 33مین سالگرد استقلالیت وطن تبریک و تهنیت می نمایم. هر یکمان هنگامی که وطن می گوییم دلهایمان طغیان بهترین انسانی موج می زند، زیرا وطن این برد و باخت ما، وطن این سرمنزل باباهای ما، وطن این جایی است که خاک گذشتگان ما در آن نهان است. باید قدر نماییم خاک وطن را، خودی وطن را، و هر یکمان سزاوار وطن عزیزمان ازبکستان نوین باشیم.